نه ساحر است نه جادوگر، بلکه پیامبری است با معجزه‌ای عظیم، آنچه که کمتر کسی در جهان باور می‌کند. اسمت چیه؟ گودرز هستم عزیزی، کوچیک شما. متولد دالاهو، روستای چنزرشک اولیا. از بچگی تو همین کوهستانا من بزرگ شدم. ساعت 5 صبح است و ما در حال رفتن به نقطه صفر مرزی ایران در غربی ترین شهرستان کشور. تا رسیدیم اینجا چند کیلومتری سلاس باباجانی در جاده خاکی. این ویدیو را تابستان گذشته یادتان هست؟ ما زاگرس نشینان داریم اینجا در سوز آتش جنگل‌های بلوط می‌سوزیم. تا دقایق دیگر از من ناصر گلی، روایتگر داستان‌های شنیده نشده، داستان عجیب یک نجات غریق 31 ساله را میشنوید که شاید باید کاندید جایزه قهرمانان با رکورد 20,000 عملیات نجات شود. ارزشش را دارد. لایک کنید و سپس ورق بزنید تا برویم بهشت دالاهو. گودرز عزیزی این پسر زاگرس تابستانها آتش نشان است و زمستانها آتش فشان. آتش فشانی که شوق درختان زاگرس بیقرارش میکند حتی در این سرما. من در دل همین سنگ بذر بلوط رو کاشتم. الان این بلوط 30 ساله هست. در دل این سنگ جوانه زده. این جوانه کوچولو خودش یک نور امیده. او نهالها را در روستا تا 3 سالگی نگهداری می کند و سپس آن را به سینه ستبر زاگرس می سپارد و هر روز به آنها سر می زند تا روزی که اینجا بشود همان که می خواهد، بهشت دالاهو. گودرز تازه با ژیلا ازدواج کرده. دختر عموی خودش است و خبر بد این که این دو با هم در کانکس زندگی می کنند. یک جمله برای گودرز یادگاری بنویسید چون خودش و همسرش همه کامنت ها را خواهند خواند. بعضیا نظرهایی که میدن واقعا خودم اشک تو چشام جمع میشه با دیدن اون نظرها. ژیلا 20 ساله است و همراه همسرش در این سرما و یخبندان پا به پا نهال می‌کارد. تازه ازدواج کردید؟ آره همین مامان میشه. مبارک انشالله. از این کار لذت میبرید؟ آره خیلی. من خودم دلیل این که باهاش ازدواج کردم همین کاراش بود. خیلی لذت بخشه. برای اینکه آب اینجا جمع بشه تابستون خوش نشه باید اینجوری باشه. ارژن، بنه کوهی، دوباره بنه کوهی، این الان بادام کوهی، این یکی هم زالزالکه، دوباره بلوط. هر قدم که راه بری تو این قسمت من یک درخت احیا کردم. یه ذره از این خاک ایران به تمام دنیا نمیدونم. حاضرم جانم فدای این زمین، این خاک، این درختان کنم. آیا ممکن است این ویدیو را همه ایرانیان و همه کسانی که خاک ایران را دوست دارند ببینند؟ کمک کنید. بفرستید برای هر کسی که دیدن این تصاویر او را امیدوارتر می‌کند و سپس ورق بزنید. گودرز در کاشت نهال گونه بلوط شکست خورده بود. چند هزار نهالی که همه خوش شده بودند تا اینکه از طبیعت آموخت. من آمدم دیگه تصمیم گرفتم چون نهال بلوط زیاد آوردم تو کوهستان کاشتن دیدم کم جواب میده. ولی بلوطایی که دیدم سنجابات این جنگلا میکاره جواب داشت. سنجاب فراموشکاره. میاد میوه این بلوطا را جمع میکنه، میاره ذخیره میکنه برای زمستان مثلا اینجا یه چاله‌کنی میکنه. بعد بهار که میاد اون بلوطایی که سنجابا کاشتن جوانه میزنه. منم آمدم الان کار اون سنجابا رو انجام میدم. بذر بلوطا رو مستقیم میخواهد کمپینی بسازد و دالاهو و زاگرس را تبدیل کند به یک موزه از گونه‌های مختلف گیاهی و درختان. نه حالا و فوری، شاید 100 سال طول بکشد، اما بیشک موفق میشود. به او بگویید که چقدر از دیدنش خوشحالی و لایک شما نشان امضای شما برای تایید هدف اوست. قلبش را قرمز کنید و سپس ورق بزنید. این گل رو تو احیا کردی؟ آره، گل جام زرین کورشی. پاییز قبل اینکه باران بیاد این گل جام زرین کورش جوانه میزنه. قبلا 1-2 تا بودن ولی از موقعی که من چرای دام ممنوع کردم الان حدود 1000 عدد اونجاست. خودم احیا کردم. این گل خیلی کمیابه. اصلا وجود نداره این گله. فکر نکنم هیچ کی اسمشو شنیده باشه. کوروش کبیر هم اگر بود به گودرز داستان امروز ما افتخار میکرد. او به راستی تمدنی را آغاز کرده برای هزاران سال. الان خدا را شکر بیشتر از 20,000 درخت زاگرس من احیا کردم. تنها آرزویی که دارم این درختایی که کاشتم واقعا بزرگ بشن و بزرگ شدن این درختامو ببینم. خبر خوبی برایتان دارم. نام شما هم اینجا نوشته می شود. گودرز این فرزند خلف کوروش یک نهضت 1500 ساله را آغاز کرده و حیف است که ما در آن نقش نداشته باشیم.
من کنار قماربازی ایستادم که جوانیش را بر سر نجات زاگرس قمار کرده. باید کمک کنیم این قائله‌ای که شروع کرده را نبازد. اینجا قراره بشه جنگل فابریکا. این درختان بنه که دست منه، یکیش به نام امیررضا بهبودی، این یکی هم خانم جاودان از زاهدان. به نام این بزرگواران و همه شما درخت بنه 3 ساله آوردیم در دامنه زاگرس بکاریم. این جشن 3 سالگی فابریکاست، همراه همین درختان بنه که حالا 3 ساله شدند و دارن به دامن طبیعت میانن. زاگرس ریه ایرانه و وظیفه همه ماست که در حفظ و نگهداری و بهبود و حال خوب اون تلاش کنیم. شما هم می توانید زیر همین پست اسمتان را بنویسید و نامتان را ثبت کنید که در این جنگل نام نیک شما هم ماندگار شود. گودرز همه کارهایش را ردیف می کند و سندش را برایتان می فرستد. حالا گودرز یار همیشگی زاگرس، همکار جدید فابریکا هم هست. دیدم کارتان عالی، دمتان هم گرم. از کرمانشاه آمدین، نیم ساعت هم جاده خاکی، خیلی خوشحالمان کردیم. یکی از با ارزش ترین هدیه هاست شما آمدی به گروهتان هدیه بدین. اون کسایی هم که شما درخت کاشی براشان هر جای ایران بودن میتونن بیان این درختشان رو ببینن، چون عموم خارج از کشور سعودی. من گفتم چجوری من بیشتر از 20,000 عدد بچه اینجا دارم راه کنم و بیام. حالا هیچ کس بود جز مردم عادی از من حمایت نکرده. برای من مهم نیست، من دارم کار خودم انجام میدم. خیلی خوبه که هنوز ایران آدم‌هایی مثل تو داره. وظیفه‌مه. گودرز شاید هزاران نفر زیر این پستی که ما گذاشتیم کامنت بنویسن و از تو تشکر کنن. دوست دارم همه رو بخوانیم. اون پیام رو بعضی وقتا میبینم خدا شاهد گریم میگیره. تک تک اون پیام امیده برای من. خیلی ها مثل من هستن، این خاک و دوست دارن، اون خدمت میکنن. من هیچی نیستم. ناصر گلی، دالاهو، فابریکا.